هیلاری کلینتون بعد مبارزه خیلی شدید خلهای ضروری را برای پیشبری کردن نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نمایندگی از حزب دموکرات به دست آورد. کلینتون 68 ساله الکی پیروزی خود را اعلام کرده است، هرچند آخرین خلاصه را ماه بعد قرار است انجمن یا سیزد حزبی قبول کند. خود همین حادثه هم الکی کلینتون را یک شخصیت تاریخی کرد، ولی به نظر می رسد که چالش اصلی انتخاباتی هنوز در پیش است. در صورت از جانب جمهوری خواه پیروز شدن نامزدی دونالد ترامپ به نظر می رسد امریکا را چالش های خیلی زیاد انتظار است. در این باره صحبت داریم با شارح سیاسی رادیوی آزادی گلن کیتس که انتخابات امریکا را از نزدیک مشاهده می کند. خب گلن، بگوید که چطور شد با هیلاری کلینتون چنین یک مبارزه خیلی شدید موفقیت آمیز انجام مید؟ تا آخرین لحظه معلوم نبود که شانس او به پیروزی چقدر زیاد است. جالب است که ما در این باره در ماه ایون نه در فوریه یا مارس صحبت میکنیم. هنوز سال پیش هیلاری کلینتون را بسیاری ها چون نامزد رقم یک دموکرات ها ارزیابی میکردند. با همین سبب هم معاون رئیس جمهوری جو بایدن قرار کرد نامزدیش را پیشبری نکند، چون که کلینتون را همچون یک نامزد خیلی قوی ارزیابی میکرد. نامزد برنی ساندرز بسیاری ها را در حیرت گذاشت، چون که او توانست که بسیاری ها بخصوص جوان ها را دلگرم کند. از همین خاطر هم این رقابت خیلی طول کشید. ساندرز یک سخنگوی خوب است و هیلاری کلینتون هم قوی برآمد. به همین خاطر هم مبارزه طول کشید. در یک هفته آخر معلوم شد که ساندرز نامزدیش را پیشبری نخواهد کرد و کلینتون هم دیروز این رقابت را برد. با فکر شما تا کجا مردم ایالات متحده آمریکا واقعا هم آماده شده است که یک زن را به عنوان رهبری کشور، رهبری ملت انتخاب کند؟ تا ماه نوامبر ما به این سوال پاسخ مشخص دادن نمیتوانیم. هنوز معلوم نیست که آیا او واقعا هم نامزد دموکرات ها می شود یا نه. تا انتخابات 5 ماه دیگر در پیش است. سال گذشته هم همین سوال مطرح بود که تا کجا امریکایی ها بر رهبری کشور شدن یک زن آماده هستند. در مثال باراک اوباما معلوم شد که امریکایی ها برای انتخاب یک پرزیدنت افریقایی تبار آماده هستند. به نظر من امریکایی ها به مشکل یک خانم را در موقع پرزیدنت قبول خواهند کرد. تخمینا 100 سال پیش کنستیتوسیون امریکا آوازدهی زنها را اجازه داده است. من هیچ مشکلی در رهبری زن نمی بینم. حتی به نظر من دیگر چنین سوال مطرح نیست که تا کجا یک زن می تواند رهبری کشور را به عهده گیرد. مسئله تنها در کسبیت نامزدی پرزیدنتی است. به هر حال اینتریگ انتخاباتی هنوز پابرجاست. هنوز نتیجه های یا قرارهای انجمنهای هر دو حزب برای ما معلوم نیست، ولی در صورت از جانب دموکرات ها پیشبری شدن هیلاری کلینتون و از جانب جمهوری خواه دونالد ترامپ به نظر می رسد که مبارزه واقعا هم برای کرسی پرزیدنتی خیلی شدید می شود، برای اینکه دونالد ترامپ هم از خودش الکی خیلی همچون به حیث یک نامزد ماجرا برانگیز درک داده است. مضمون تبلیغات دونالد ترامپ کاملا دیگر بود. من چنین نوعی تبلیغات را در حیاتم هیچگاه ندیده بودم. اصلا وی درباره سیاست صحبت نمی کند. وی تنها درباره موضوعهای صحبت می کند که در جامعه امریکا مورد بحث و بررسی است. اگر شما درباره اصلاحات این مسئله مهاجرت صحبت کنید، وی در این باره نبود درباره ساختن دیوار در مرز می گوید که سد راه مکزیکایی ها شود. اگر شما درباره تروریسم و هم مشکلات تروریسم صحبت کنید، وی نمی خواهد به این مسئله مراجعت کند. وی می گوید که ورود مسلمان ها را به ایالات متحده آمریکا منع کردن لازم است. مطبوعات از همین چیز در حیرت بود که چگونه این محتوای صحبت‌ها در جریان رقابت‌های بین جمهوری خواهان کار داد. حالا سوال منطقی این است که تا کجا چنین شیوه تبلیغات در انتخابات سرتاسری یا عمومی به کار می رود. و با این مضمون صحبت‌ها در انتخابات اولیه پیروز شد، ولی محبوبیت او تنها یک بخش مردم را فرا می‌گیرد. از سوی دیگر هیلاری کلینتون نامزدی پرقدرت ترین نیست. معروفیت او در جامعه چندان بلند نیست، ولی بسیار امریکایی ها او را دوست می دارند. همین گونه بسیاری ها او را قبول ندارند. نتیجه انتخابات چی می شود؟ یک سوال بی جواب است. بسیار کارشناسان شبهه دارند که دونالد ترامپ
پیروز شود. بسیاری ها شبهه دارند که جمهوری خواهان نامزدی او را پشتیبانی کنند. But also, people were very surprised that he was able to win the Republican nomination, so he could still have surprises up his sleeve. یعنی هنوز ما انتظار خبرهای خیلی جالبی زیاد میشویم در پیش. و سوال آخرینه که به شما دارم، با وجود این که به نظر شما تا کجا میتواند سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با سر قدرت آمدن این یا دیگر نامزد دیگر شود، یعنی تغییر یابد؟ I think it's very difficult to say what would actually happen. Donald Trump has said واقعا هم خیلی دشوار از گفتن این که بعد چی می شود. دونالد ترامپ درباره سیاست خارجی آمریکا گپ‌های بسیار زده است. بعضی نظرهایش هم در اختلاف با اندیشه‌های خود او هستند. بعضی از نظرهای او در صحنه جهانی هم بحث برانگیز قبول می شود. یکی از گپ‌هایش که مسلمان‌ها نباید به ایالات متحده آمریکا راه داده شوند از همین قبیل اظهارات است. در جهان بیش از 1 میلیارد مسلمان زندگی می‌کنند و معلوم است که این چیز در سیاست خارجی آمریکا تأثیر خیلی بدی خواهد گذاشت. و اینچنین درباره ناتو اظهار نظر کرده گفته است که اروپا برای پرقوت بودن این پیمان تلاش ضروری به خرج نمی‌دهد. و درباره تغییرات در ناتو هم صحبت کرده ولادیمیر پوتین را تا جای به خوبی یاد کرده است. از روی عادت میگویند که با آمدن پرزیدنت نو سیاست خارجی آمریکا دیگر نمی‌شود، ولی معلوم نیست که با آمدن ترامپ چی می‌شود. هیلاری کلینتون از نظر سیاست خارجی یک نامزد مناسب تر است. او در ماموریت باراک اوباما کار کرده است. بسیار کارهایی که در زمان او شروع شده بود ادامه می‌کند. هرچند نظر به اوباما او بیشتر طرفدار استفاده زور نظر به دیپلماتیا بوده است. دونالد ترامپ درباره سیاست خارجی یک دفعه سخنرانی کرد و گفت که آمریکا در سیاست خارجی باید غیر قابل پیش بینی باشد. هیلاری کلینتون چنین نیست. او بیشتر پیشگویی شونده است. ما موقع او را می‌دانیم چون که وی سالیانی دراز است که در بین جمعیت کار می‌کند. اول به حیث خانم اول پرزیدنت، بعداً همچون سناتور و نهایت چون وزیر خارجه آمریکا. در نسبت او سوال‌های بی جواب کمتر می‌شود. تشکر زیاد. همصحبت ما شارح سیاسی رادیوی آزادی گلن کیتس بود.